نمازخانه هایی که نماز قضا میکنند، همان نمازخانه هایی که نماز یک چیز عادی میدانند، امروز اکثر از مردم ما در حالت کارش نماز قضا میکنه. برادر بزرگوار، همون لحظه ای که نماز قضا کردی و کار کرده ساده ای، هر درآمدی که همون لحظه برای تو بیاید، والله قسم او پول برای تو حرام است. اون پولی که در حالت نماز قضا کردن نماز قضا میکنی، میگو بیگه در خانه میخوانم، او پول برای تو حرام است. در یگان حالت و صورت نیست اجازت برات که نماز ترک کنی. زی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا بمردن. تا مردن اجازت نداری برای نماز قضا کردن. برادر عزیز بزرگوار، ویل چی هست؟ الویل وادی فی جهنم. جناب پیامبر گفتن ویل یک پستی و یک جای خیلی دشواری و مشقتی هست در دوزخ.